سلام و درودی به پایان به یکایک شما بینندگان عزیز و تشکر میکنم به شما که ما را پیگیری میکنید. در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز مثل هر وقت شوکتی محمد با شما هستم. حالا برنامه را از نامگویی موضوعهای امروزه آغاز میکنیم. تهدید تاجیک مطلوبات در خوجند. موری هم مردعت پول ارنده را میسپارد. در کلاب قبرها را با اکسکواتور میکوبند. سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات پارلمانی تاجیکستان را غیر دموکراتی اعلام کرده گفت این انتخابات هیچ مطابقت به معیارهای بین المللی نداشت. سفر امام علی رحمان به جیهون و استافته طلب استعفایش در شبکه‌های اجتماعی. سازمان امنیت و همکاری اروپا درباره انتخابات پارلمانی تاجیکستان که اول ماه مارس شده گذشت خلاصه خود را رسانه‌ای کرد. این سازمان با نفوذ بین المللی در تاجیکستان دفتر خود را دارد. اعلام کرد که انتخابات پارلمانی در اول ماه مارس سال 2020 برگزار شده در تاجیکستان هیچ مطابقت به معیارهای بین المللی یک انتخابات دموکراتی نداشت. حالا در این باره همکارم عایشه محمدی به شما گزارش می‌دهد. بعد به تحلیل و بررسی موضوع اساسی امروزه می‌گذاریم. ناظران بین المللی که انتخابات پارلمانی تاجیکستان را نظارت کردند به این نتیجه رسیدند که انتخابات اول ماه مارس برگزار شده هیچ مطابقت به معیارهای بین المللی یک انتخابات دموکراتی نداشت. ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا که ماه مارس برای نظارت انتخابات وکیلان به مجلس نمایندگان به تاجیکستان آمدند، دیروز 27 می گزارش نهایی خود را از دیده و شنیده ها و تحقیق قانونگذاری انتخابات تاجیکستان نشر کردند. در این گزارش از جمله آمده است انتخابات پارلمانی در یک محیط برگزار شد که نقض پیوسته حقوق سیاسی و آزادی‌های بنیادی فضای برای مباحثه‌های گوناگون اندیش سیاسی نگذاشت و مخالفان اصلی از صحنه سیاسی رانده شدند. در نتیجه به گفته مؤلفان گزارش مردمان رای دهنده در تاجیکستان آلترناتیو و یا گزینه‌های سیاسی برای انتخابات نداشتند. انتخابات برای 63 کرسی مجلس نمایندگان روز 1 مارس برگزار شد. این نخستین انتخابات بود که بعد غیر قانونی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سال 2015 و به حضور این حزب عمده مخالفان دولت صورت گرفت. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان یکی از تشکل‌های عمده مخالف حکومت بود و حال ریاست آن در پناهندگی در خارج از تاجیکستان زندگانی می‌کنند. ناظران دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که تاکنون هیچ یک از انتخابات‌های پارلمانی و پرزیدنتی تاجیکستان آزاد و عادلانه و مطابق با معیارهای بین‌المللی صورت نگرفته است. حکومت برعکس این را گفته است و جمله را که بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات روز 2 مارس هنگام اعلان نتیجه‌های انتخابات تکرار کرد. آن هم این که انتخابات شفاف و عادلانه برگزار شد و شکایت درباره قانون شکنی نگرفتند. تماشابینان گرامی، از آن که امروز رئیس جمهور از لانه پناهندگی بیرون آمد شاید به این فکر باشد که درباره سفری رئیس جمهور به جیهون صحبت خواهیم کرد. نه، در این باره کوتاه همکارانم گزارش می‌دهند. امروز ما درباره کاپی پست جنابشان توشکبای گپ میزنیم. به فکرم همگی فهمیدید که امروز گپ درباره کی میرود. پس آغاز میکنیم. در کلانترین و معروفترین بازار ولایت سوخت، بازار پنجشنبه، جان صدها نفر را به خطر گذاشتند تا اجاره پولی جمع شود. ناوابسته از محصولات تمام فروشندگان این بازار را مجبور میکنند در دکانهای خود را باز کنند. دکاندارها در دو راهه انتخاب قرار دارند. یا باید منبع درآمدشان را از دست دهند و یا سلامتیشان را. طبق اطلاع چند فروشنده بازار پنجشنبه شهر خوجند، یک هفته اخیر از همه آنها طلب دارند که دکانهایشان را باز کرده به کار شروع کنند. در عکس حال دکانهایشان را به تاجران دیگر می فروشند.
قبلا بعد جمع‌آوری پول اجاره از تمام دکانداران مقامات امر کرده بودند دکان‌های فروشی محصولات غیر خوراکه به تعطیل روند. اما برابر نزدیک شدن زمان پرداخت اجاره پولی از آنها طلب دارند به کار شروع کنند. همچنین شعبه انداز شهری از دکانداران طلب دارند حسابات نیم ساله اول را پیشنهاد کرده اندازها را پیش پرداخت کنند. فروشندگان میگویند مقامات بازار پنجشنبه به پیشنهاد آنها مبنی بر پرداخت اجاره پولی بی‌باز کردن در دکانها راضی نشده‌اند. آنها طلب دارند که باید حتما در دکانها باز باشند و فعالیت کنند. یک دکاندار به پیام نوشته است کلینو نبیرم کسل نشود گفته کمپرهای اوال به بازار برآمدگی. بیشتری هاشان سرفه تب دارند. آب بینی هاشان ریخته ایستاده است. لیکن همین احوال با همین احوال شیشته کار کرده ایستاده‌اند. صاحبکاران میگویند حتی از پیرزن‌هایی که در گرد و اطراف بازار 1-2 متر مربع را اجاره گرفتند طلب کردند که به کار برآیند. این کمپرهای بیچاره را میبینی رحمت میآید. خریدار نیست. خودشان کسل در بازار میشینند. در همین حال از نامه و زنگ‌های صاحبکاران این بازار بزرگ برمیآید که سبب مجبوراً به کار برآوردن آنها در چیز دیگر است. یکی از آنها به ما گفت هفته گذشته مجبور کردند که به کار درآییم. بعد 3 روز کار نمایندگان شعبه انداز آمده جریمه بستند. 100 بهانه می‌یابند برای جریمه بندی. باز طلب کرده ایستادند که اندازه نیم ساله را پیشکی سپاریم. طبق اطلاع یک ساکن شهر خوجند که به گفته خودش چند روز مخصوص به بازار رفته و این حالتها را نظاره کرده است 10 دکان آبفروشی در این بازار فعالیت دارند که یگان طلبات بهداشتی را رعایت نمی کنند. بیشتری آنها با استکانهای شیشگی آب می فروشند. بعد نوشیدن یک نفر استکان را نیم کاله با آب خنک می چرخانند و به نفر دیگر آب می ریزند. نه خریدار دست پشت دارد نه فروشنده. همین که تفتیشگرها پیدا شدند فروشنده ها زود دست پشت به دست می کنند. یگان نفرش اقلا آب گرم ندارد. از آنتیسپتیک ها عموما گپ نیست. تورت فروش کلچه فروش ها را هم مجبور کردند که کار کنند. به گفته این ساکن شهر خوجند فروشنده های این شیرینی ها نیز به هیچ قاعده های بهداشتی رعایت نمی کنند. یک نفر تورت بریده می دهد، طبقچه او را با آب خنک چایخانیده یا با لطه پاک کرده به نفر دیگر تورت بریده می دهند. استکان های چای را هم با آب خنک می شویند. بالاخونه برونو گپ زنم مثل магазинای برون همه مجبورن بروی مجبوری پولش گرفتن. آدما مجبورن همون پروداکت برو فروش خای مایلش و پروداکت نیکو. پروداکت نی انجام فروشای یک مایل شده فروشای همه چی مجبور کردست که برونده ما ارنده ما تونو کار میکنم کار نمیکنم ما نمیدونیم. کار نکنه مایلش برونده ارندش تیار. بچه هموها برونده کار نکرده یک ما ارندش سپورت. یک ما کرانتی شده هموها خونشون بر. بعد از کار نکنم ارندم تیکا مجبور کردست. خورشیده بابای و همو رئیس بازار نو شدگی همو یک زنگی غلط شدگی نوست بعدی هیچ جلدکش پر نمیشه. یک خانم میگوید پیش از اعلان وجودی کرونا ویروس و خود امینی مسئولان بازار از همه دکاندارها پول یک ماهه اجاره را غون داشتند. بعد 2 یا 3 روز غون داشتن اجاره فرمان دادند که دکانها را بندیم و به سودا نبراییم. حالا باشد طلب کرده ایستادند که برای ماه آینده اجاره پولی را پیش پرداخت کرده برآمده سودا کنیم. این سوداگر میگوید
گفتم که آخر من به ویروس گرفتار شوم میمیرم، کسلی قند دارم. مسئولان گفتند که مریم مردعت ارنده پولی را می سپارد، نباشد دکان را خالی کن. این دکاندار میگوید اگر دکان را گیرند من بینان میمانم. یک عائله 12 نفری را همین دکان میخوراند. یک تاجر دیگر می نویسد دکان من در بالاخانه قرار دارد. این تاجر بالاخانه بازاری پنجشنبه را در نظر دارد. میگوید 3 روز باز در دکان کشاده شیشتیم، یگان کس نآمده است، یعنی یگان خریدار نآمده است. میگوید با بالاخانه کی میبراید؟ در پایان آدم نیست تو؟ لیکن الکی 2 بار از انداز آمده طلب کردند که انداز را تستر سپاریم، نباشد جریمه میکنند. طبق گفته صاحبکاران، رئیس نو این بازار خورشید بابایی و نامزنی است که با مناسبت درشت و دغلانه و طلبات پرداخت اجاره پولی همه را به داد آورده است. خودی بابایی و به دکانداران گفته است که او را از بالا مجبور کرده ایستاده اند. از بالا. در همین حال رئیس ولایت سوخت رجب بای احمدزاده که بعد جشن عید کارتوشکا با تشبس او رجب توشکا لقب گرفته است، هر روز در صحیفه های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت در شبکه های اجتماعی عکس های نو به نو، سلفی های نو به نو نشر می کند. از این عکس و متن ها برمی آید که رئیس ولایت سوخت با سپارش پیشوای معظمش برای واخوری و شنیدن درد دل طبیبان و مردم کم بضاعت رفته است. شما باور کردید؟ در هر واخوری احمدزاده توده خلطه های کارتوشکا و پیاز، آرد و روغن نیز حضور دارند. طبیعی است که کمک های احمدزاده از کسی خودش نبوده، از حساب بودجه ولایت است. این توشکابای الکی سخاوتمندانه از بودجه 2 مراتبه برای مبارزه با کرونا ویروس مبلغ جدا کرد. در همین حال مبلغ بودجه از حساب اندازه صاحبکاران، از جمله صاحبکاران بازار پنجشنبه پر می شود. تماشابینان گرامی، حالا سوال مطرح این است که زوران به کار برآوردن و گرفتار کردن یک گروه سوداگران برای ستانیدن مبلغ کمک در شکل چند کیلو کارتوشکا چه منطقی داشته می تواند؟ یک عده رو میبراری، مجبور میکنی که سودا کن. جانش را در خطر گذاشته و سودا میکند. به یک عده دیگر از حساب همون جانش را به خطر گذاشتگی ها میبیاری سبزی پیاز کارتوشکا میدی. منطق کجاست؟ مراجعت من به این اساسگذاری عید کارتوشکا این است: رجب بای، پیشوایت 30 سال است در نزد کدوی و خربوزه، بادرنگ و پامیدار، سبزی و پیاز سلفی کرده خودش را رکلام می کند. غیر از این که چند لقبی سبزواتی گرفت، این رکلام هایش به پیشوایت هیچ فایده نکرد. عکسی در نزد کدو ایستاده‌اش را دلخواه تاجیک دیده از شرم 3 روز کوچه نمی براید. خودت هم بعد عید کارتوشکا توشکابای شدی. او بس بودگی سکنون. بیا 1-2 هفته خودت را کرانتین کن. مردم کمتر نفسی آسوده کشد. این چی گپ خودش؟ 2 خلطه کارتوشکای پوسیدگی در پشتت به ناحیه ها رفته طبیبانی به این هم شب و روز روی پا ایستاده را مجبور میکنی که دست پیش بر به سفسطه های تو گوش کنند.
یا به خانه هایشان 2 کیلوگرم سبزی و کارتوشکای پوسیدگی میفرستی. از همان عکسی که دیروز طبیب خوجاده نشر کرد و ما هم در برنامه نشان دادیم، رئیس دیگر می بود به عاقب نگاه نکرده الکی تا ازبکستان می گریخت. او خجالت کش توشکابای کمتر. 30 سال پیشوایت مردم را به کوچه برآورد که مرا پیشواز گیرید. ویروس آمده خلاص شدیم گوییم اکنون نوبت تومی؟ میدونی شیخ سعدی داستان خوبی دارد. با زبان فهمه و ساده نقل کنم که تو زبان سعدی را به گفت خودت وریتلی میفهمی. کراچه امیر از دانشمند میپرسد که برای من کدام کار بهتر است؟ دانشمند میگوید خواب نصف روزی تا مردم 1 ساعت از شر رها یابند. شر یعنی بدی. تو هم 1-2 هفته خودت کرانتین کن. به طبیبان کارتوشکا و پیاز نبر. آنها به این کارتوشکا و پیاز تو هیچ نیازی ندارند. مان طبیب کار خودش را کند و کمبغل درد خودش را کشد. سوداگرانی بازاری پنجشنبه هم 1-2 هفته از پول جمع کنی برای کارتوشکای تو خلاص شوند. کمتر عصبات هم آرام کن. به نزدیکی به افشای جنایت ها و بایگریت شروع میکنیم. مبادا سکته نشوی. بنا به اطلاع رادیوی آزادی، زیاد شدن مرگ و میر در 1 ماه گذشته گورکنها و مسئولان آرامگاه در کولاب را مجبور کرده است که قبرها را با اکسکواتور کنند. کاری که هیچگاه در تاجیکستان نمی کردند. اما مقامات میگویند همگی در تاجیکستان 47 نفر از کرونا ویروس فوتیدند. دوام 1 ماه اقرار کرونا ویروس در تاجیکستان همین فوت 47 نفر آنقدر سراسیمه کرده است که برای گورکابی کار به اکسکواتور مانده است. شرح این خبر و چند واقعه و رویدادهای دیگر را در گزارش همکارم صفیه بشنوید. زیاد شدن مرگ و میر در 1 ماه گذشته گورکنها و مسئولان آرامگاه در کولاب را مجبور کرده است که چند قبر را با اکسکواتور کنند. کاری که هیچگاه در تاجیکستان نمی کردند. زیاد شدن مرگ و میر در شهر را مردم در افزودن سرایت کرونا ویروس می دانند. هرچند مقامات چنین چیزی را رد می کنند و سکوت اختیار کردند. تور رادیوی آزادی می نویسد خبرنگار این رسانه از قبرستان‌های دیدن کرده است که در ماه می نسبت به ماه‌های گذشته شمار قبرها زیاد به مشاهده می رسند. ساکنان گفتند تا 1 هفته پیش تا نیمه شب هم در آرامگاه بودند و به تنفس کار می کردند. چند روز پیش ساعت 1 شب هم آورده دفن می کردند. بعضی را مستقیم از بیمارخانه و بعضی را بعد ادای مراسم جنازه شتاب کرونا آورده به خاک سپردند. با این وجود هیچ کسی واضح نمیگوید که سبب افزایش مرگ و میر در منطقه کولاب و یکباره زیاد شدن گورها در چیست. هرچند مردم در شهر میگویند که فلانی یا بسمدانی از کرونا ویروس فوتید. مقامات رسمی تا حال دایر به زیاد شدن مرگ و میر و سببهای آن نگفتند، ولی اعتراف کردند که از زمان سرایت ویروس نو تا کنون بیشتر از 70 نفر در منطقه کولاب بر اثر التهاب شش فوتیدند. حالان که شمار عمومی فوتیدگان از کرونا ویروس در تاجیکستان 47 نفر گفته می شود. فوت بعد پیدا شدن کسل زیاد شد. بازارعلی نازیموف، یکی از گورکنهای آرامگاه رقم 2 کولاب، به رادیوی آزادی گفته است مرگ و میر بعد پیدا شدن کسل زیاد شد. پیش از کسلی کم گور میکردیم، اما بعد پیدا شدن کسل 6 تا 7 تا گور میکردیم. همین طور با اکسکواتور کندن چند گور این سر و صدا را در منطقه به وجود آورده است که جسدها را به رعایت همه ارکان دفن و خاک می سپارند. ساکنان گفتند با اکسکواتور کندن لحد امکان ناپذیر است و ظاهراً عزیزان آنها را داخل نقب نیمکاره می گذارند و زیر خاک می کنند.
расонаҳои давлатӣ хабар доданд, ки субҳи имрӯз 28 май Эмомалӣ Раҳмон, раисҷумҳури Тоҷикистон, бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум ва боздид аз ҳолати истифодаи заминҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ ба ноҳияи ҷайҳуни вилояти Хатлон сафар кард. бино ба иттилои дафтари матбуотии раисҷумҳур, Эмомалӣ Раҳмон, раисҷумҳури кишвар, нахуст бо фаъолияти беморхонаи марказии ноҳияи ҷайҳун ва имкониятҳои ин муассисаи тиббӣ барои пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ шинос шуда, бо табибону кормандони соҳа мулоқот намуд. манбаъ зикр намудааст, ки то имрӯз дар ин минтақа 1 беморхонаи марказӣ, 5 беморхонаи минтақавӣ, 10 маркази саломатӣ ва 38 бунгоҳи тиббӣ фаъолият намуда, ҳамаи онҳо бо шароити мусоиди корӣ таъминанд ва мутахассисони хуби соҳа ба аҳолӣ хизмати тиббӣ мерасонанд. гуфта мешавад, ки баъд аз шиносоӣ бо шароити беморхонаи марказии ноҳия дар ҳамин ҷо Эмомалӣ Раҳмон бо табибони ноҳия вохӯрӣ анҷом дод. Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ таъкид доштааст, ки табибон бояд барои муолиҷаи саривақтии гирифторони бемориҳои сироятӣ ва роҳ надодан ба хуруҷи он тамоми чораҳоро амалӣ намоянд ва муолиҷаи онро бо назардошти талаботи бехатарӣ роҳандозӣ намоянд. ин сафари раисҷумҳур аввалин сафар баъди эълони вуҷуди коронавирус дар Тоҷикистон аст. фаъолони шабакаҳои иҷтимоӣ ва мухолифони ҳукумати Тоҷикистон чандин маротиба раисҷумҳурро ба беамалӣ гунаҳкор карда, истеъфояшро талаб карданд. паймони миллии Тоҷикистон вақте ки ба ин натиҷа расид, ки вақти он расидааст аз Эмомалӣ Раҳмонов ҳамчун президенти ҷумҳурии Тоҷикистон талаб карда шавад, ки бояд ба истеъфо биравад. айни ҳол бо ибтикори пойгоҳи сиёсӣ ва таҳлилии ислоҳ, эстафетаи истеъфо Раҳмонов дар шабакаҳои иҷтимоӣ рафта истодааст. даҳҳо нафар аллакай бо пахши навор истеъфои Эмомалӣ Раҳмонро талаб карданд. аз дигарон низ хоҳиш шудааст, ки ба ин эстафета пайваст шаванд. Rahmonov iste'fo. Emomali Rahmonov iste'fo. Emomali Rahmonov iste'fo. Iste'fo Rahmonov. Iste'fo. Rahmonov iste'fo. Nesbo Emomali. ҳукумати Тоҷикистон қарореро содир кард, ки мувофиқи он хонаводаҳои камбизоат дар 28 шаҳру ноҳияи кишвар ҳар 3 моҳ 116 сомонӣ ва соле 464 сомонӣ аз давлат кӯмаки иҷтимоӣ унвонӣ хоҳанд гирифт. мақомот мегӯянд, ин қарор аз санаи 1 июли соли ҷорӣ амалӣ хоҳад шуд. дар ин бора қарори шумораи 271 ҳукумати Тоҷикистон зери имзои Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҳукумат аст, содир шудааст. бино ба гуфти Фирӯз Ёраков, сардори шуъбаи ҳифзи иҷтимоии аҳолии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии Тоҷикистон, пеш дар нисбати 40 шаҳру ноҳия қарори ҳукумати Тоҷикистон оиди кӯмакҳои иҷтимоӣ ҷорӣ шуда буд ва 28 шаҳру ноҳия монда буд. аз 1 июли соли 2020 дар 28 шаҳру ноҳияҳои боқимонда барномаи кӯмакҳои иҷтимоӣ ба оилаҳои камбизоат ҷорӣ мешавад. зимни суҳбаташ бо Радиои Озодӣ Ёраков гуфтааст, барои дарёфт кардани ин кӯмакҳо хонаводаҳои камбизоат бояд ба шуъбаи ҳифзи иҷтимоии маҳаллаи зисташон муроҷиат кунанд. масъулон аз рӯи меъёрҳои таъиншуда месанҷанд, ки хонавода камбизоат аст ё не. Тоҷикистон дар шинохти камбизоатон усули эътирофкардаи Бонки ҷаҳониро намепазирад. Бонки ҷаҳонӣ шахсеро, ки дар як рӯз камтар аз 16.7 сомонӣ $1.9 барои худ харҷ мекунад, сахт фақир мешуморад. аммо Тоҷикистон ин меъёрро намепазирад ва камбизоатонро бинобар вазъи хонаводар ва ҳайати оилаву мизони даромад шиносоӣ мекунад. бинобар маълумоти охирин, 85 000 хонавода дар Тоҷикистон камбизоат эътироф шуданд ва аз давлат кӯмаки иҷтимоӣ мегиранд. тибқи барномаи ҳукумат, дар сурати камбизоат эътироф шудани хонавода бар зами кӯмаки иҷтимоӣ, онҳо ҳақ пайдо мекунанд, ки дар шифохонаҳои давлатӣ ройгон табобат гиранд. дар ҳамин ҳол, садҳо камбизоатон гуфтанд, ки маблағи таъин кардаи ҳукумат кирои сарсон шуда барои ин кӯмак ҳуҷҷат ҷамъоварӣ кардан нест. дар як моҳ барои 38 сомонӣ ва дар 3 моҳ 116 сомонӣ аз давлат маблағ дарёфт кардан, бояд дари чанд идораҳои давлатиро куфта, ҳуҷҷат ҷамъоварӣ кард. ин ҳам бошад, бидуни сарфи маблағу пора додан ҳал шуданаш муҳол аст.
دبیر کل سازمان پیمانی امنیتی دسته‌جمعی درباره فعال شدن برخی گروه‌های دهشت‌افکن مانند داعش در مرز تاجیکستان و افغانستان هشدار داد. استانیسلاف زاس، دبیر کل سازمان پیمانی امنیتی دسته‌جمعی، از برنامه این سازمان جهت برگزاری تمرین‌های مشترک گسترده در مرزهای تاجیکستان خبر داد. زاس گفت قصد داریم در سال آینده 2021 تمرین‌های گسترده با منظور تجربه اقدامات در شرایط درگیری مرزی با شرکت نیروهای سازمان پیمانی امنیتی دسته‌جمعی در مرز تاجیکستان برگزار کنیم. زاس در ادامه به افزایش فعالیت گروه‌های تروریستی مانند داعش در مرز تاجیکستان و افغانستان اشاره کرده گفت در این راستا در حال حاضر اقدام‌های مختلفی برای تقویت مرز در این منطقه انجام می‌گیرد. استانیسلاف زاس همچنین تأکید کرد سازمان پیمانی امنیتی دسته‌جمعی به طور فعال با سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل و فصل مشکلات مرزی با یکدیگر همکاری می‌کنند. تماشابینان گرامی، به نهایت برنامه تحلیلی خبری پیام نیز رسیدیم. برنامه‌های دیگری رادیویی ما و مطلب‌های ما را در پایگاه پیام.net و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. انتظار پیشنهاد ملاحظه‌ها و همکاری‌های شما هستیم. خدا حافظ. رادیوی پیام در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net